نفس شیطان، خطرناکترین ماده مخدر که اراده رو تبدیل به یک توهم میکنه. فریب این ظاهر زیبا رو نخورید. این گیاهی است که نفس شیطان از اون ساخته میشه که به نام شیپور فرشته معروفه. اسکوپولامین یا نفس شیطان در عرض چند لحظه یک انسان رو تبدیل به عروسکی اطاعتگر میکنه. این ماده مخدر حافظه کوتاه مدت رو مختل کرده و فرد تبدیل به فردی مطیع و بی اختیار میشه که دستورات دیگران رو بیچون و چرا اجرا میکنه. مجرمان با پاشیدن پودر یا آلوده کردن اشیا این ماده رو به بدن فرد وارد میکنند و قربانی که هوشیاری کاملی نداره اموال خودش رو دو دستی تقدیم دزدان میکنه. برخی بازجوها با انتقال مواد نفس شیطان به مجرمان برای اعترافگیری از اونها استفاده میکنند و مجرم بدون مقاومت ذهنی به جنایات خود اعتراف میکنه.